روسیه تنها در صورت ممکن است نیروهای خود را به طرف پولند بفرستد و دست به اقدام نظامی بزند که ورشو حمله را آغاز کرده باشد. زیرا ما نه در پولند و نه در لیتوانیا و در هیچ کجا منافعی نداریم. ما به چنین جنگی نیاز نداریم. ادعای تمایل گسترش جنگ از سوی روسیه به سمت اروپا دور از عقل سلیم است و این می تواند به یک جنگ جهانی تمام عیار تبدیل شود و تمام بشریت را به نابودی بکشاند. اما اهداف طی شده مسکو برای عملیات ویژه نظامی در اوکراین هنوز به طور کامل محقق نشده است. ما هنوز به اهداف خود نرسیده ایم. تا زمان رسیدن به این اهداف به این عملیات ادامه خواهیم داد. اگر کسی به فکر اعزام نیروی نظامی به اوکراین باشد، قطعاً بشریت را در آستانه یک درگیری جهانی بسیار جدی خواهد کشاند. آیا ایالات متحده به این کار نیاز دارد؟ اگر بله، برای چی؟ آیا آمریکا هیچ کار بهترتر دیگری از این ندارد؟ پس باید در اوکراین بجنگد. چیزی که من به رهبران آمریکا میگویم این است که اگر خواهان توقف جنگ هستید، باید ارسال سلاح به اوکراین را متوقف کنید. زیرا روسیه برای دفاع از منافع خود تا انتها مبارزه خواهد کرد و شکست مسکو در میدان جنگ غیر ممکن است.